برای مردها سختترین و دردناکترین چیز در زندگی این است که از جانب کسی به احترامی شوند که به خاطر او شب و روز کار میکنند و فکر و خیالشان در اوست. یعنی یک مرد وقتی در خانواده خود از جانب همسرش به احترامی میبیند و در برابر نیکی هایش قدردانی نمی شود، به ضمن این همسرش همیشه غرغر میکند، البته برای مرد خیلی سخت و الم آور است. زنی که به همسرش به احترامی میکند و در برابر نیکی هایش قدردانی نمی کند، آرامش را از شوهرش میگیرد و میدان جنگ و دعوا را در خانه وسیع میکند. در نتیجه درون خانه را برای خود و اهل خانواده جهنم میسازد. چون این زن مانند کسی است که در کنج خانه قضای حاجت میکند، یعنی نجاست میکند و